حقیر خودم رو سفارش میکنم برادرها و شما رو به این که دستتون رو از دست امام زمان خارج نکنید. رابطه داشته باشیم با امام زمانمون. ما رابطمون با امام زمانمون خیلی ناقصه. حتما زیارت آقا رو داشته باشید. حتما دعای عهدتون رو داشته باشید. ما هی میگیم که فکرمون اینه، میدونید، حالا سخنم نگیم، فکرمون اینه که حالا آقا غایبه. چی آقا غایبه؟ ما غایبیم، آقا غایب نیست، آقا حاضره. ما غایبیم، ما مشکل داریم، مشکل مال ماست. ما باید خودمون رو درست کنیم تا فاصله ها برطرف بشه. لذا روایت مبارکه داره که فرمود ما فراموش نمی کنیم شما رو، ما حواسمون به شماست. هر روز حواسمون به شماست. هر روز ما خودمون رو باید درست کنیم، ببینیم که آقا داره برای ما گریه میکنه. برادرها، ما حواسمون نیست که آقا داره برای گناهان ما گریه میکنه. چقدر حیفه. خیلی حیف نیست آدم یه مولایی داشته باشه هر روز گناهانشو ببینه و توبه کنه از طرف او؟ یه همچی آقایی داشته باشه ولی حواسش نباشه. در یه روایتی دیدم برادران، مؤمن فکر کنم هفته 2 بار اگه اشتباه نکنم آقاشو اگه نبینه کور میشه. میبینیم ما ولی حواسمون پرت.